برنامه اینه که امروز نشستم بدون اینکه از قبل فکر کنم پشت سر هم قراره یه خوبی یه بدی بگم از کانادا. برای اینکه یه مقدار بهتون پیش زمینه بدم از اینکه چه تجربه داشتم این 5 سال، سعی میکنم زیر 30 ثانیه بگم. 2019 با همسرم اومدیم وینیپگ، منیتوبا، توی کانادا و 2020 من اینجا مستر کامپیوتر ساینس گرفتم. 2020 وقتی کووید بود و همه جا قرنطینه بود و بسته بود و همه چی دورکاری بود، رفتیم تورنتو. 2 سال تورنتو بودیم. دوباره مارچ 2023 برگشتیم وینیپگ و درسم تموم شده و تمام وقت کار میکنم. بریم. با خوبی شروع میکنم. یه خوبی یه بدی. خوبی، هر لباسی دارم بخواد میپوشم. بدی، وقتی یکی از عزیزترین آدمای زندگیمو از دست دادم نتونستم برم ایران. خوبی، روسری سرم نمی کنم و هر رنگی دلم بخواد بپوشم. یکم فرق داره با هر چیزی دلم بخواد بپوشم برای من. بدی، مامان بابامو هر آخر هفته نمیبینم. خوبی، دوستای خیلی درجه یکی پیدا کردم توی وینیپگ. مهربون، صمیمی، خاکی و به شدت آدمای خوبیه. بدی، رفیقای 20 سالم و ایران 5 ساله ندیدم. خوبی، میشه تو خیابون برقصم. بدی، یه سری تجربیاتی که توی ایران داشتم و خیلی دوستشون داشتم، مثل یه سری کافه رفتنا، یه سری کتاب فروشیا، یه سری خیابونایی که قدم میزدم توی مشهد و دیگه ندارم. خوبی، نگرانی مالی خیلی کمتره. نمیگم نیست، اما ناچیزه نسبت به چیزی که توی ایران هست. بدی، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم تنهایی انجام بدیم من و عطا و خیلی خیلی سخت‌تر از چیزی بود که باید می بود. اگه اینجا اعضای خانواده داشتیم همون اول یا ایران بودیم هیچ وقت قرار نبودیم چیزای به این سختی و تنهایی انجام بدیم. خوبی، انجام همون چیزای سخت باعث شد من خیلی تو زندگی رشد کنم و خیلی چیزا یاد بگیرم و خیلی به خودم افتخار کنم. بدی، خیلی از این تجربه ها رو نتونستم با کسایی که به هم نزدیکن به اشتراک بذارم. خوبی، کاری که دارم و خیلی دوست دارم. بدی، پیدا کردن کار اول خیلی سخته چون اونقدر هنوز آدم ها رو نمیشناسی و اینجا همچنان کار پیدا کردن به شدت مربوط به اینه که چه کسایی توی دایره ارتباطت هستن. خوبی، میشه حق حقوق رو گرفت به عنوان یک زن. بدی، همچنان یه سری ناحقی ها اتفاق میفته در مقابل زنها. خیلی ناچیزه نسبت به ایران. سطح توقع آدم ولی بالاست وقتی میاد اینجا فکر میکنه هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. خوبی، کنسرت هایی که رفتیم، یکی از یه لیست کنسرت های آرزو داشتم و خیلی هاشو رفتیم و برای من یکی از زیباترین خاطرات زندگی بوده. بدی، یه سری پروسه ها مثل کارهای بانکی، کارهای درمانی،
اجاره خونه، پروسه هایی که استان به استان عوض میشه، بعض وقت سال به سال عوض میشه و به عنوان یک مهاجر سر کله زدن باهاشون 10 برابر سخت‌تر از حالت عادیه که توی شهر خودت باشی یا توی کشور خودت باشی. خوبی با خیلی فرهنگ‌های مختلف آشنا میشی و خیلی باحاله، مخصوصا اگه آدم باشه که برات جالب باشه که فرهنگ‌های مختلف رو یاد بگیری. بعدی وقتایی که یه سری موقعیت‌های یا مراسم‌های خاص مربوط به ایرانی‌ها هست و تو ایران نیستی که همون جوری که دلت میخواد دقیقاً جشن بگیری و سعی میکنی اینجا دوباره انجامش بدی ولی بازم همونی که باید نمیشه، خیلی حس گیج کننده ایه، یکم حس تلخیه. خوبی و میدونم این ویدیو رو قطع کنم یا چه چرت و پرتی بود، چیزایی که باید میگفتم نگفتم. خوبی با اینکه تورم وجود داره، تورمی که واقعا به چشم میاد، شاید 2 سال پیش به چشم نمیاد اما امسال واقعا به چشم میاد، همچنان قابل مدیریت کردنه. از نظر شخصی، منظورم از نظر دولت نیست، منظورم اینه که همچنان برای من حداقل قابل مدیریت کردن وقت قیمت یه سری چیزا بالا میره. بعدی به خاطر کرونا و به خاطر یه سری جنگا خب تورم اتفاق افتاد، چیزی که شاید سالهای پیش هر کسی مهاجرت میکرد به این وضوح حسش نمیکرد. خوبی خونه ها همه یخچال و گاز و داره، حالا یه عده ماشین ظرفشویی هم دارن، مایکروویو، ماشین لباسشویی، ماشین خشککن و خیلی نیاز ماشین خشککن، مخصوصا یه شهرهایی که رطوبتش بیشتره مثل تورنتو، چون واقعا لباس خوش نمیشه و هر چقدر پهن کنین خوش نمیشه. بعدی من هیچ وقت با مامانم خونمو نچیدم. خوبی خونمونو خوبی احساس میکنم خیلی گفتم. خیلی از چیزایی که بهش علاقه‌مندین رو میشه اینجا دنبال کرد. اگه به رقص علاقه‌مندی، اگه به موسیقی، اگه به آواز خوندن و لازم هم نیست هزینه زیادی بکنی برای دنبال کردنشون. بعدیش شاید یه مقدار اولش سخت باشه، اون حس این که هر کی اینجا بزرگ شده از من بهتر هر کاری رو بلده بعض وقتا هست با آدم و این توی کار تفریحی هم حتی میتونه با خودش بیاد. فکر کنم کافی باشه. چیزی که میخوام بگم که اصلا توی این خوبی‌ها یا بدی‌ها نگفتم و میتونم به عنوان هم خوبی هم بدی بگم ولی خیلی شخصیه و شخص به شخص خیلی فرق میکنه. برای من یکی از خوبی‌های کانادا نسبت به شهرهای دیگه که کشورهای دیگه که شاید انگلیسی زبان نبودن این بود که من با سطح زبان بالایی اومدم و خیلی 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 امتیاز بالا و ویژه‌ای و من کاملا درک میکنم که چقدر خوششانس بودم که نه تنها تونستم انقدر راحت زبان رو ایران یاد بگیرم بلکه پدر مادرم داشتم که انقدر ساپورتم کردن که زبان رو یاد بگیرم و موقعیت و امتیاز اینو اصلا داشتم که زبان یاد بگیرم. این درجه این برای من یه خوبیش بود. من هیچ وقت اینجا توی هیچ لحظه‌ای حس نکردم زبان برای من مانع بوده، چه برای رفیق پیدا کردن، چه برای انجام یه سری کارها، چه اداری چه غیر اداری، چه برای کار چه برای درس. و این از روز اول برای من اینطور بوده. وقتی پامو گذاشتم توی فرودگاه اگه دارم جمعی میبندم به خاطر اینکه نمیخوام از جانب عطا صحبت کنم راجع به یه سری مسائل، دارم میخواد از جانب تجربه خودم بگم. بعدیش از اون طرف اینه که من چون وقتی انگلیسی صحبت میکنم لهجه ندارم، مردم خیلی گیج میشن
وقتی که یه سری کلمات، اصطلاحات خیلی مربوط به یک شهر کانادایی یا مربوط به فرهنگ کانادایی یا متوجه نمیشم و دوباره ازشون میپرسم، یا وقتی که یه مثال واضح از مثلا کارتونای 20 سال پیش کانادا میزنم و توقع دارن من بدونم و من هیچ اطلاعی ندارم. این یه مقدار هم برای کسایی که اولین بار منو میبینن گیج کننده است و یه مقدار بعضی وقتا آدم معذب میکنه، چون 2 بار 3 بار ازت میپرسن از کجا اومدی و بعضی وقتا حس این که فکر میکنن داری دروغ میگی پیش میاد. ولی یه چیز دیگه هم که برای من سخته اینه که وقتی با کسایی که مهاجرن مثل من شروع میکنم به حرف زدن، بعضی وقتا حس میکنم یه جوری بهم نگاه میکنن انگار نه تو دقیقا نمیفهم، تو مهاجر نیستی یا تو دقیقا نمیفهمی با چی میگیم، یا همون اول متوجه نمیشم و من همیشه سعی میکنم یه جوری اینی که منم مهاجرم و بیارم توی مکالمه. حالا با اینکه میگم آره ما مثلا ایران این کار رو نمیکردیم، بعد بهم میگن ایران مگه تو ایرانی؟ بعد من توضیح میدم. این خیلی مشکل احمقانه ای حقیقتا. خب یعنی از این مسخره تر یعنی نمیشه یه نفر مشکل داشته باشه. میخوام بگم اونایی که بعضی وقتا میگن آخ کاش من لهجه نداشتم، همیشه هم اونقدر مثبت نیست. یعنی وقتی بوده که من باید قانع کنم طرفو که من انگلیسی زبون اولم نیست و واقعا مسخرت نمیکنم وقتی میگم این کلمه این فرم من نمیفهمم داری چی میگی. و خب یه مقداری معذب کننده است کار. و الان میایم میگیم عمرن لهجت خوب باشه، در نتیجه من هیچی نمیگم. همین. اون گفتم شاید بتونم یه خوبی بعدی بگم، نه فقط خوبی، نه فقط بدی، نه واقعیت های زندگی، نه چیزایی که تجربه شخصی خودم بود. یه خوبی بعدی و احساس میکنم اولین خوبی که گفتم خیلی سطحی بود و اولین بدی گفتم خیلی عمیق بود. اگه چیز دیگه هست که دوست دارین درباره‌اش صحبت کنم بهم بگین. همین دیگه. روز خوبی داشته باشین.